سلام، فرزانه پناهی هستم. براتون آموزش اناربیج خوشمزه با رب انار ملس. موادمون سبزی سرخ کرده، گردوی آسیاب شده، گوشت چرخ کرده، رب انار ملس، رب ادویه‌های مخصوص. خب گردوی آسیاب شده رو داخل قابلمه میریزم. خب ادویه‌ام زردچوبه، فلفل و نمک و کمی گلپر هم میریزیم. آبم به اندازه کافی میریزیم داخلش. بعد میذاریم رو حرارت تا گردوهامون کمی جوش بیاد، حدود نیم ساعت. خب گردو و آبو که گذاشتم رو حرارت، وقتی به جوش اومد درشو میذارم حدود نیم ساعت تا پخته بشه. خب گوشت چرخ کرده رو داخل ظرف میریزیم. کمی نمک، فلفل، زردچوبه میریزیم، کمی هم سبزی خشک یا نعنا، یا من چوچاق و خالباش داشتم، چوچاق و خالباش دارم میریزم، یا نعنا خشک. همه رو با هم دیگه ورز میدم. گوشت رو کاملا ورز میدیم با ادویه ها. خب وقتی که خوب ورزش دادیم گوشتا رو دیگه قلقلی میکنیم. وقتی که جوش اومدش من رو به انار ملس رو میریزم. الان تقریبا 3 قاشق میریزم. 2 قاشقم رب میریزیم داخلش. رب فقط به خاطر خوش رنگ شدنشه. میذارم تقریبا نیم ساعت کمی پخته بشه. خب گوشتا رو من کم کم قلقلی دارم میکنم. کمی دستم و آب میذارم که به دستم نچسبه و قلقلی ها رو هم ریز و درشت بکنید بهتره. خب گوشتارم من کمی تفتش میدم. میتونیم تفتم ندیم اصلا. کمی هم روغن ریختم. به این صورت تمام گوشتار ما تفت میخوره. خب من بعد از نیم ساعت در خورش رو برداشتم. سبزی سرخ کرده که من از همون قرمه سبزی استفاده کردم. سبزی قرمه توی شمال البته سبزی‌های محلی میریزن. خب من کمی سبزی چوچاق و خالباشم داشتم روش میریزم. من در خورش رو میذارم. دوباره نیم ساعت دیگه نگاش میکنم. گوشتا هم که تفت خوردش. اگه دیدیم آب خورشمون هم کمه، 1 لیوان آب سرد میریزیم. حالا نیم ساعت از ریختن سبزی گذشتش. من گوشتای سرخ کرده رو اضافه میکنم. اگه یه کمی هم گلپر میریزم داخلش و نمکش اینا رو میچشم. با حرارت کم میذارم. کمی گلپر هم اضافه میکنم. نمکش اینا رو بچشید. اگه کم بود بریزید. درشو میذارم با حرارت خیلی کم میذارم. خب برنجم شسته شده و خب تمام مواد ما ببینید در حال آروم آروم در حال جوش کردن. تقریبا 1 ساعت با حرارت کم میذاریم آماده بشه. خب خورش ما آماده شد. اینم برنجمون الان میکشم. خب اناربیج خوشمزه ما آماده شد که با رب انار درست کردم. اسم دیگه این اناربیج هم دراز قاطق میگن، هم سنگ خورش میگن به گیلانی که خیلی معروفم هستش. سنگ خورش که میگن به خاطر این گوشتای قلقلیشه. غذای خوشمزه ما آماده شد. این کتش، اینم خورش اناربیشه که با رب انار درست شده. ممنون از اینکه همراه من بودید.